درود و سلام خدمت همه شما هموطنان عزیز در هر گوشه و کناری که هستین. امیدوارم که شاد و شادمان باشین و بخیر و عافیت باشین. دوستان عزیز، امروز آمدیم برای کسایی که از شکم خود دوست دارن و از کوچه شور بازار بگویم، از کوچه شور بازاری که در اینجا کسایی که بودن و یا شنیدن خیلی معروف است، هم به حساب علیم خود و هم به حساب کاغذ پران خود. و امروز ما اومدیم از علیم فروشی برای شما برنامه داریم. ببینین، با ما باشین، ما را تعقیب بکنین که علیم چگونه ساخته میشه، چه وقت نوش جان میشه و چطور نوش جان میشه. تا آخر برنامه با ما باشین و صفحه خودتون لایک و سابسکرایب بکنین و با دوستایتان شریک بکنین. بریم همیشه گفته شنوده بخیر شروع میکنیم که ما بخی قسم همیشه دیگه شوقی علیم شدم. دوستای عزیز، سلام اجازه است بیادرا؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. بخیر ان شاء الله. صحت خوب است؟ سلامت باشی. سلامت باشی، مانده نباشی. زنده باشی، سلامت باشی. میشه حال خود یک بار معرفی کنی بر دوستای ما؟ سلام علیک داشته باشی، باز ان شاء الله بخیر دیگه ما و شما گپ شروع میکنیم ان شاء الله. فواد هستم، یکی از علیم فروشای شور بازار دیگه. فعلا هم مصروف همین کاروبار علیم پزی و همین چیزا هستیم. بسیار خوب. فواد جان قند، چه مدت زمان میشه که خودت اینجا شکمای مردم سیر میکنی؟ والا از ما خود دکان ما خیلی سابقه است، تقریبا 30 سال 35 سال میشه دیگه. از خود ما هم تقریبا یک 10 سال میشه که مصروف همین رشته و همین کار هستیم. قبلا همراه پدر جان بودی یا همراه استاد؟ همراه برادر کلان ما صبور جان نام داره. فعلا خودش دیگه یادش بخیر در جرمنی از دیگه در نقش قدمای زمونا پای ماندیم فعلا. بیشک بالا دمو دوره که گفته یگانه که خانه کوچ می بردن رفت یا نه که پسانا را بخیر؟ نه این تقریبا سالهای 95 یا 96 بود گرفتن. بسیار خوب. هر کجا که هست همه تو شاد آرام باشه تمام هموطنای ما شما. بخیر باشی، سلامت زنده باشی. خوب. فواد جان قند گفتی که 10 سال میشه که هستی خودت؟ جان خودت روز اول که آمدی کار از کجا شروع کردی؟ چی کار برای داد لالای قند که برادر کلانتان دیگه هم استاد بوده و هم استاد کار؟ هم استاد ماست دیگه، اونم صبر جان، هم لالای کلان ماست دیگه، هم راهنما بگویم هرچی بگویم. هم روز اول که ما کار شروع کردیم زیر دست از امو بوده و تا فعلا هم که نقشه قدمای از امون هست که ما پای خود میمانیم. و اول که آمدیم دیگه خود دکان چون از خود ما بود می آمدیم یگان دقیقه سر داخل بشیم سیستم تول کردن سعی میکردیم، مثال سعی میکردیم چی رقم پخته میشه، چی چیزا لازم داره دیگه. ما استاد اون وقت بلد شدیم که بیشک والا 10 سال یک ده است و یک دهم یک عمر است.
اما طرف همون رقم مثلا. خب یعنی دیگه استاد کار است یا خودت پخته میتونی طبعا دیگه. انشالله انشالله. فعلا ما می کارهای دکان خودم پیش میبرم. نام خدا خلاص بدر خود استاد کار هستی. از جان. کدام وقت سیزن می علیم پزی و علیم فروشی است؟ علیم فروشی فقط از می 15 قوس ماه قوس شروع میشه الا ماه عمل. دیگه ماه عمل می نوروز که شد باز دیگه علیم پزی ها مکمل پرچاو میشه کارشون تمام میشه چون غذای زمستانی است هم گرم است هم قوی. در زمستان دیگه نمی علیم که بخوریم یگان تو میگه علیم بخور در برف لوتک بزن امور کمی چیز گرم است. سلام خب گپ بزنیم اینال خدا کنه که تو بر ببره که ما بیم علیم بخوریم و لوتک بزنیم. از جان ما در خدمت مانم خدا مهربان است ان شاء الله. ما شما دعا میکنیم که بخیر امت یک برف بخیر شود ان شاء الله خیر همه مسلمان به شک بله بخیر سلامت باشی فوز جان در کاربارتون برکت زنده باشی تشکر سلامت باشی بخیر باشی وقت خوش سلامت باشی نوشک جان خیر بینی سلامت باشی بخیر باشی علیم هم که است غذای زمستانی است از امی قوس گفت 15 قوس که زمستان شروع میشه الا به امی مای عمل باز مای عمل که شد پرچاو میشه مثل مایی و مثل جلبی ما بیایم امی طرف تیر شیم امرا با برادر ما اینجا ما چند گپ و سخن و گفت و شنود داشته باشیم اجازه است بدر خان سلام بخیر سلام جان جور شکر فضل خدا الحمدلله میشه خودت معرفی بکنی بر دوستای ما پالوان محمد هستم یک تن علیم فروش شهر کونه بسیار خوب پالوان محمد جان مانده نباشی زنده باشی برادر تشکر سلامت باشی چطور است بازار علیم و علیم فروشی دیگه حالا ونیمی سیزن علیم از بخیر نمی زمستان علیم خرید فروش زیافتر میشه این وقتش از دیگه امی زمستان است دیگه اینمی زمستان از دیگه آخه علیم در گرمی خراب میشه ترش میکنه بله خب اول به ما ایره بگو که علیم چه قسم پخته میشه و در چه وقت پخته میشه و در چی افزود میشه این مواد امی طریقه و پروسش اگه بگی بر دوستای ما که ببینن یگان تا شوقی میباشن میگم من میرم چقدر خوب میشه خودم یاد بگیرم در خانه پخته کنم در خانه خب مشکل است که علیم پخته کنه چرا که علیم به حساب اینجا 4 ساعت دم داده میشه بعد از 4 ساعت تنهایی 6 ساعت 7 ساعت دیگه زحمت کار داره کاستوم کپچه زده میشه این علیم به حساب چیز موادش گوشت گوساله سرخیش است دیگه کت گندم گت است امی دو چیز این نمی گندم و گوشت گوساله است با شیره از این بدر نمی شیرهش است دیگه با شیرهش ما میکشیم همین شیرهش علیم است درست بعضی از در بینش گوشت مکس داره یعنی در بینش گوشت است و بعضیش گوشت نداره او را مکس کردگی می باشه از اول یا نه شما خودتان همش مکس میکنین دیگه جور میکنین چه قسم است پروسش ما میتونیم اگر گوشت شما تو در روی زنده بونه مثلا ریشه او تو را میتونیم خود حال زیافتر تو مردم خوش نمیکنه تا اندازه آخر گوشت زیر میده میکنیم که هیچ معلوم نشه اینمی که استاد است به میزوری شیمه گوشت استاد است اگر این گوشت شیمه نکنه خود مثلا وار خداوار میکنه چقدر خوب جیلواره تکشورک رو میخوره دیگه خلیم است علیم از مردم کابل است مردم کابل علیم از یاف خوش دارن میشناسن یک تعداد فعلا دیگه نمیشناسه که حالا کم کم ببرن تا که بلد شون این علیم فکر کو که 90 سال یا 100 سال بس تاریخ داره دمی شهر کنه که بابا کلانای از این منطقه علیم فروش بده از ما چون که کسب ما نو است نمیگیم که ما سابقه دار هستیم خیانه 90 سال سابقه کاری دار علیم بله این میفهمی پالوان جان که از کجا آورده شد افغانستان یعنی یمی فعالیت خودم و شما بوده این میده که نمی به حساب مردم کابل و ما که بدرم و بابا کلانای به حساب از امی کابل یعنی ما بدر اینجا خودشان جور کردن ما همینجا با فروش رساندن باش که برادر ما خیر ما شما پایین میم این تا که جای ما از آزاد باشه برادر مرا پایین کردی خودت در تخت شاهی سادستی بالا بفرمایید شوخی کردم باز پالون جان چطور است قیمتا چطور است فرق میکنه مخصوصا میگه تیریشکی زنده باشه یا کارش میشه مثل جور میکنین قیمتا هم یکسان است و یا فرق میکنه قیمتا حالا قیمتا یکی از ما پارسال کیلوی 100 روپیه میفروختیم چون امسال یک ذره مواد ارزان است کیلوی 80 کردیم میشه حلیم خود در شور بازار زیاف است مگم حلیم خوبش در این دکانای تاق است تو نیست که حالا کل حلیم ما بگیم یکی است نیست چرا که حلیم پزا فرق میکنه حلیم فروش فرق میکنه مگم ما ایرا میمونیم با دوستا که از همه دکاندارا یک کیلو ببرن نوش جان کنن هزار که خوبش بود از همون ببرن بله
پالون جان گفت که سال قبل 100 روپه بود، امسال 80 روپه شده و من میمانم که سال قبلیش که 50 روپه برسه، 50 روپه که رسید باز میایم علی میخرم دوستا. خیره مشکل نیست، سر کیلوی 50 رو به هم سال میتیم، عید منتظر دیگه سال نباش. تشکر. شوخی کردم. زنده و سلامت باش که میگم شکم مردم خوردن میشه کلان گپ است. خدا مهربان است. خداوند گفته میشه رو وعده کرده که روزی و مرگ به دست از او است. هیچ کس نناله، خداوند خودش روزی هم میته، مرگ هم میته، او به دست از او است. خب یاره که پالون جان بسته کردی آماده شده است، سراش که پدگی بسته شدگی است، باز چطور از فروشات میرن؟ نام خدا قدر زیاد جور کردین آماده کردین؟ نام خدا صبح که اگر سعی میگیری چشمای سیاهی میکرد. نام خدا. دیگه چون ما هم مشتری داریم که چند جای بساب اونده و پرچون میبره از ما. فضل خدا فروشات خوب است، فروشات ما خوب است، شکر. خداوند در می قسم در کار و بار همه هموطنان ما و شما خیر و برکت بندازه که بخیر کت خیر انشالله روز باشه که این فقر از وطن ما و شما ریشه کم شود. انشالله کم، انشالله فضل خدا از وقتی که مارات آمده آرامی است، چرا که دکان ما فعلا 24 ساعته واز است. ما 24 ساعت اینا دکانداری میکنیم، فضل خدا کس آزار اذیت ما را نمیکنه. یک کمک که مشکلاتی است که بساب کاروبار نیست، میشه کم کم جور شود دیگه، یکدم خود جور نمیشه. خدا مهربان است. بله آهسته زینه به زینه انشالله الرحمن که جور میشه همه چیز. ما و شما کمی که دست به دست هم بتیم و در پالی یکی دیگه باشیم و لازم ملزوم یکی دیگه هستیم که باید باشیم، انشالله که وطن آباد میشه. انشالله. تشکر الله قند. سلامت باشی. بخیر باشی. باز من خیلی کیلو 50 به من حساب میکنم. اصلا با تو کیلو 50 حساب میکنم که منتظر نشینی تا دیگه سال که چشم درد نشی. بخیر سلامت شو. تشکر. زنده باشی. سلامت باشی. دوستا بر من نگفتن که من گفتم سال دیگه میم که 100 80 50 شهر باز نبرم میگن این اقتصادی تمام میکنیم. خیر از باش کی جام یک چند دقیقه بزنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. بخیر ان شاء الله. بخیر. صحت خوب است. لاله قند خوش خندان ما نامش چی است؟ نام زبی است. زبی جان کی حال احوال؟ اینجا بیستش. ما بالا بیم. باز من استاد کرده بلند میشم. هیچ فرق نداره. بخیر است ان شاء الله. بخیر باش سلامت. شکر است کاربار خودت. خوبه شکر الحمدلله هزار بار شکر خوب است. ما دگان چو دیدم علی محمود تو میگن سفید بود سر کال که میگن باز از خودت دبل تگان توتای گوشتی گپ با مس هیچ طور گپ پس مکس میکنی یا همین شکل میباشه اتراس که یکی گندم تفاوت میکنه و دومی دیگه گوشت ما زیاد مندازیم. اگر اینی علی ما رو ببین دروش زنده گوشت معلوم میشه. بله دیگه فرق سفیدی و سیاهیش صرف در گندم است. دیگه گندم کی است؟ دیگه این گوشت هم مندازیم ما. بسیار خوب. کیلو چند میفروشی خودت؟ ما کیلو 80 روپه میفروشیم، 70 روپه میفروشیم، چرا که نسبت به پارسال امسال گندم هم ارزان است، شکر روغن هم ارزان است، هر چیز ارزان است، باید ما ارزان بفروشیم دیگه. بیشک ما شما دعا بکنیم اونم موی کشال از رپایین بیاید ان شاء الله کل چیز ارزان میشه. توکل به خدا اما ترسنی در پولی جلبی هم داریم؟ جلبی داریم، جلبی تازه خوبیش داریم. همینجا پخته میشه؟ نه ما میاریم از دکان دیگه، ما میاریم در چوک دکان داریم از جا میاریم. نام خدا. دوستا پس برمیگردیم سرعلیم. امی این چه قسم خوردن میشه در حقیقت اول از یه نفر برد خانه خود درست باز در خانه این چه قسم پخته میشه، چه قسم بکنه که آماده خوردن شود؟ در روغن سرخ کنه، بعد از او بوره پرته، اگر یک ذره یک مایدگی 4 مغز بود مایدگی 4 مغز پرته. دیگه هر چقدر 4 مغز چیز پرته مزه‌دارتر میشه. دیگه روغنش باز زیافتر باشه، کم روغن نباشه. یعنی روغن زیاد بشه که نچسبه دیگه؟ نه چون روغن جذب میکنه، هر قدر روغن داشته باشه جذب میکنه، اما مزه‌دار میشه. بسیار خوب. بله. و ما وقت بگم تا نخوردیم دوستا. در طفولیتم خوردیم، ما از وقتی که کلان شیم از 22 به بعد تا نخوردیم. دیگه پیشتر لالای من شوخی کردم گفتم اگر وقتی باشه که سال دیگه 50 پشت نمیایم. نه اونطور است که ما شکر مهمان نواز هستیم بدون شک. اینمی تاشتا کلش فدای سرت. یادر ما یه توشک داریم، بالش داریم. دیگه اینجا برای جای جور میکنیم، همینجا آماده میسازیم برات، اینجا نوش جان کنین پیش ما. زنده باشی. تشکر. این دوستا شما شاهد هستین. زبی جان با ما مهمان نوازی میکنه، گفت کل چیز در اختیار دیگه از زیادش تیر اونم یک شب بگیریم دوستا کفایت میکنه. چطور؟ یک دانه بیخی بست است. این تاشت خودش از اون تاشت کلانش اختیار با خود در کدام میشه میگیری. والا بیشک
یک گپ از دوستا دل را که اگه افغان داره، دل شیر که افغان داره، والا چی میگن اونمو مردمای میلیاردرای او طرفا داشته باشه. باز از ما الحمدلله قوم ما می کسب و کار است. ما از قوم تیموریان هستیم ماشاءالله. دیگه اینمی کل قوم ما جلبی، علیم، مایی، کلچه دیگه کل قوم ما دیمی کسب و کار است. نام خدا. ما از پدر همی کسب و کاری هستیم. بسیار عالی. چقدر خوب است. نه اصل گپ خودت حرفه‌ای است دیگه. بله، باشه بله، مسلک بله. است، حرفه است. بله. ها غیر کدام نمایندگی دیگه هم داریم؟ ما در سطح کابل الحمدلله خود ما نه امی قوم ما بله. اولش خون و آجیزاده تیموری است بچهای کاکای ما میشه اون سر سرک بله. دیگه در تو منطقه نیست که 2 تا 3 تا 5 تا تیموریان نباشه. نام خدا. هیچ تو منطقه نیست. بسیار خوب. خداوند دیگه هم زیادتر بسازشانه. آمین. دیگه اینمی هر جایی که برین تیموریان بود بفهم که ما یک قوم هستیم کل ما. باز یه مرد در جای که رفتم نام زبیجان میگیرم کمرای ما کمک بکنه. چی میگن مراد بکنه؟ کمک نه مراد بکنه. مرد میکنه انشالله. اولش خو اینمی دکان خودت است. حاجت به دیگران نیست. تشکر. همیشه بیا اینجا. زنده باشی زبیجان، بخیر باشی. تشکر از میهمان نوازیت. یک شوخی کردم دوستان اگه چقدر گشنه بود میشینه که ای سال دیگه 55 و او در حد یک شوخی بود دیگه. یعنی گپی است که یعنی گفتم شاید ارزان‌تر هم شوه به این که خود گفتی. ات یک چیزی برات بگویم مردم ما شما در کل نمیگیم بله 80% ظالم است. ظالم به این خاطر است که من 60 روپیه مفروشم 70 هم مفروشم کسی که پیسه نداره کمک میکنیم به خاطر خیری چی؟ بینی پارسال گندم بود 370 روپیه امسال است 200. پارسال برنج بود 1800 امسال است 1500. مثلا هر چیز گاز بود 3200 یا 2900 یا 3000 امسال است 2100. چرا نرخ‌ها را مردم پایان نمیکنه؟ خیری بینی باید پایان کنه. وقتی که روغن است ارزان است، گاز ارزان است، همه چیز ارزان است، باید این هم ارزان تر شود. حال جلبی باید مثلا 120 است 100 شود 110 شود. چرا که امسال ارزان است نسبت به هر سال. بله چرا که یک انسان پیسه داره یکی نداره، هم انسان باید صادقانه یک گپ بگه. این نه که مثلا بعضی گپای دیگه در تلویزیون گفته میشه. بله اما هم راست و حقیقتش باید بگه. خیری بینی زبیجان. بخیر باشی. امی حس داشتن اخوت و برادری و صداقت در وجودش میره خداوند دیده خیر و برکت بندازه ان به فضل و کرمش که ان شاء الرحمن مندازه. هر آن کسی که صادقانه اخلاص میکنن میگن که روزی حلال پیدا کردن خودش عبادت است. بله. این حالی قسم عبادت که خودت انجام میدی خدا خیر و برکت بندازه نمایندگی خودت روشه که به خیر فراتر از مرزهای افغانستان شه ان شاء الله. ان شاء الله خدا مهربان است. ما از مردم یک خواهش دارم که همیشه وقت نیت خود صاف بگیرن، خیری بینی نیت بدی نکنن، کجی نکنن. این دنیا 2 روز است. این روز است صبح نیست. اما بدی به درد نمیخوره. بدون شک. آدم هر چی میکنه بر خود همیشه وقت ما امیر میگیم که بیادر بدی نباید شود در یک جای. نیت بدی مردم افغانستان رنج دیده است. به اندازه کافی کشیدن. بس از دیگه زمین بعد. اما جوانا کلش بیادر پریشان، هر کس پریشان دیگه. بهترش همی است که نیت ما صاف باشه تا که از این روزال برایم، از این روزال برایم. خدا مهربان است. توکل به خدا. بیشک زبیجان قند من میگم خداوند در جان و مالت برکت بندازه با این ایده و فکر و نظر که داری خداوند نگاهت کنه. بخیر باشی. تشکر. سلامت باشی. بخیر باشی. سلامت باشی زبیجان قند. کدام تاشت برات؟ تشکر زبیجان. زنده و سلامت باشی. پلاستیک پرتون برات. همیشه میشینین. خیری بینی. سلامت زبیجان. ما در خدمت هستیم. چرا نه ان شاء الله باز روزک می پیش از رایک میگیریم یا در ختم برنامه پیش خاط آمدیم. زنده و سلامت باشی. تشکر. بخیر باشی. سلامت باشی. دوستان عزیز برای شما طرز تهیهش خو گفتن، قیمتایش هم گفتن و موقعیت هم گفتن. دیگه حتی چیز فکر نکنم که مانده باشه که برای شما لاین حل مانده باشه یا سوال پیدا شده باشه. ان شاء الله الرحمن که کل سوالا را شما گرفتین دیگه میتونین که برین در کوچه شور بازار علیمتان علیم مورد علاقیتان غذای زمستانی را که میگن نوش جان که عبور در سر برف لوتک بزنه از همین منطقه برین. و باز هم رسیدیم به بخش اخیر برنامه. بنده صفت الله درویش‌زاده همراه با تیم چینل اداره وطن در خدمت شما قرار داریم تا برنامه‌های بعد، اما با منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظریات نیک شما خوبان هستیم که بتانیم برنامه را به ذوق و میل شما خوبان براتان نشر بکنیم. تا برنامه
بعد که ما خدمت تیم چندخمش قرار میگیریم. الله حافظ و ناصرتان. همدلی بهتر از همزبانی است.